هم موقع امید آقا شما و رفیقاتون الان نمیخواین عذرخواهی کنین؟ برای چی عذرخواهی کنیم؟ برای همین هواپیما اوکراینی که ریختن تو خیابون فوش و فوشکاری و بگیر و ببند و از اینا و اینا. اون که تقصیر خودشون بود. تازه هم مسافر ایرانی داشت، هم مسافر اوکراینی داشت، هم مسافر کانادایی داشت. اصلا ما ول کنیم کانادا ول نمیکنه. خب قابل توجه بگم که بعد از این همه تحقیق و بررسی و اینا دادگاه کانادا به این نتیجه رسید که هواپیمای اوکراینی مقصره. گفت در اون شبی که ایران قرار بود به آمریکا حمله کنه عین الاسد شخم بزنه، بارها هم به تو تذکر دادن که آقا ما امشب بکو داریم حرکت نکن آسمون شلوغه، چرا حرکت کردی؟ باید مقصری و باید خسارت جان باختگان را هم بپردازانی. الان یه عده میان میگن کار خودشونه، کار خودشون. مثلا من قبول کنم، مرد میگن کار او عده بدونی کیان؟ همونایین که 3 روز اول که هواپیما سقوط شده بود اصلا به کتف جانم نبود، تو مهمونی‌ها و پارتی‌ها و بگیر و ببند اینا کلا دنبال اشغالشا بودن. همچی که سردار حاجی‌زاده آمد تو تلویزیون گفت که آقا ببخشید ما اشتباهی زدیم، گفتن میبینم ده 3 روز هر که مخوریم بر ما نمیگیرن. این که نگو ما باید داغدار ما بودیم یادمان رفتن. پس بجا پروفایلر سیاه کنیم بریزن تو خیابون فوج و فوشکاری و عقده کشی سر نیرو امنیتی و سپاه اینا هر چی که مدنن بگه. نفوذ کردن تو کانادا. نفوذ؟ بله. با اسکل اگه ما تو کانادا نفوذ می‌داشتیم که میگفتیم اونایی که دزدی کردن فرار کردن پس بدن، مثل کریمی و مثل خاوری و اینا. علی کریمی از خواهرش دزدید، خاوری هم از ملت دزدید، هنوز خواهرش تفلک تو زندانه. میگفتیم اونا رو دگونی کنن پس بدن. پول کار میکنه. پول دادن. یعنی دادگاه کانادا به خاطر پول میان حکمی بده علیه اوکراینی که الان به خاطر جنگ روسیه مورد حمایت تمام کشورهای اروپایی و غربی همچی کار میکنه. بله. پس یک چیز ما بگم خدا شده ما از دشمن هم شانس نیاورده. پس شما خودتان قبول دارین که غرب همه چیز بر مبنای منفعت، یعنی هیچ حقیقت و واقعیتی نیست. یعنی شما اگر پول بدی اونا بابا هم خودشان هم منکر میشن ها. اینجوریه دیگه، با پول هم کار میتونی اونجا بکنیم. غرب هیچ چی نداره خودش. جان چی شده؟ این شده که مقصر هواپیما اوکراینی شده، مخالف جمهوری اسلامی هم دوباره قهوه‌گی شده. چی شده؟